چگونه به عزت نفس سالم و پایداری دست یابیم تا تصمیمات ما در مسیر خودشناسی و زندگی از روی خرد صحیح انجام شود. How can we achieve healthy and enduring self-esteem so that the decisions we make both in our journey of self-discovery and in life are guided by true wisdom. با نام یاد خدا و درود فراوان. خب دوستان سلام، می‌خواستیم راجع به عزت نفس پایدار صحبت بکنیم داخل مسیر خودشناسی و همچنین زندگی. موضوع خیلی مهمیه. اکثر ماها یک خردی رو داریم که این وقتی شما روش کار میکنی، خودشناسی میکنی، این تفکیک میشه، خالص‌تر میشه، داخل کوچکترین چیزها شما دقت میکنی، این شروع میکنه به پالایش شدن و خرد شما رو به اصیل شدن و بهتر شدن پیش میره و این فرایندی است که هرگز اتمامی نداره. یعنی همیشه هر چقدر که شما روی خودتون کار کنید، باز نقاطی رو شما حس میکنید که جا داره روش کار بشه. یعنی این خودشناسی قشنگیش به خاطر همین بی‌نهایت بودنش هست. حالا عزت نفس به ما چه کمکی میکنه؟ اول از همه ما بیایم کلا کلمه عزت نفس با هم دیگه تعریف بکنیم. عزت نفس یعنی اینکه شخص به اون عزت درونی خودش پی میبره. یعنی یک عزتی هست که شما بهش پی میبرید. به زبان ساده بخوام توضیح بدم، حالا فرقش با اعتماد به نفس کاذب چیه؟ یعنی اکثرا عزت نفس سالم رو که پایدار هست، اصیله، چیزی که پایداره اصیل‌تره دیگه، این رو میان اشتباه میکنن. یعنی عزت نفس سالم رو با اعتماد به نفس کاذب که به صورت موقت ایجاد میشه میان اشتباه میگیرن متاسفانه. ببینید یک چیزی رو که شما بخوای تشخیص بدی، ملاک پایدار بودنش هست. یعنی هر چیزی که پایدارتره ما بهتر میتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم داخل زمینه خودشناسی. حالا چجوری میشه یه همچین چیزی رو به وجود آورد؟ یه همچین پروسه‌ای که ما داخلش احساس کافی بودن نسبت به اکنون خودمون داشته باشیم چه شکلی به وجود میاد؟ پیش زمینش اینه که ما در لحظه باشیم. یعنی فارغ از آنچه که حالا قراره آینده اتفاق بیفته یا حالا گذشته اتفاق افتاده، ما اکنون خودمون رو بیشتر بهش توجه بکنیم. یعنی این که در لحظه زندگی بکنیم به ما خیلی کمک میکنه. هم نعمت‌هایی که داریم رو ببینیم، هم بابت آنچه که هستیم سپاسگزار باشیم، هم به ما یک تعادلی رو میده که خودمون رو کمتر با بقیه مقایسه بکنیم. یعنی این مقایسه کردن به حداقل خودش برسه و ما بیش از حد دقت کنید، بیش از حد سعی نکنیم دنبال تایید گرفتن از دیگران باشیم. درست؟ پس یک نقطه ضعفی هست. اگر که ما بیش از حد هر چیزی رو در محور خودشناسی خودمون بگنجونیم، دیر یا زود ما رو از حالت تعادلی خودش خارج میکنه. پس مهمه که سعی بکنیم روی عزت نفس سالم کار بکنیم. پیش زمینه‌هاشو گفتیم. بودن در لحظه حال، کمتر مقایسه کردن خودمون، سعی کنیم به خرد اصیل خودمون وصل بشیم و معیارهایی رو واسه بالا بردن حالا عزت نفس انتخاب کنیم که واقعا اصیل هست، کاذب نیست، از بین نمیره. یعنی گاهی وقتا اگر که شما حالت خوب نیست، خودت رو بپذیری. یعنی این عزت نفس گاهی وقتا به شما کمک میکنه یک چیزی رو بپذیری، در آغوش بگیریش تا زمینه واسه تغییر کردن اون فراهم بشه. یعنی گاهی وقتا ما احساس میکنیم که احساس لیاقت داشتن، عزت نفس سالم مال یه زمانهای خاصیه که ما مثلا به یک دستاورد خاصی برسیم یا حالمون همیشه خوب باشه. نه، این شکلی نیست. این که ما خودمون رو داخل حتی شرایط یک کوچولو همچین منفی تر بخوایم بپذیریم به ما خیلی کمک میکنه. یعنی عزت نفس مال همین روزهاست که ما خودمون رو بپذیریم، به یاد خداوند باشیم. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ما دقت بکنیم داشتن نظم که حالا به زبان انگلیسی به دیسیپلین معروف هست خیلی کمک میکنه. یعنی این نظم داشتن، ترتیب داشتن کمک میکنه که ما داخل مسیر خودمون مستمر و متمرکز بمونیم و ادامه بدیم. یعنی اکثر ماها اگر که نظم نداشته باشیم، این خود من کوچکترین نظم رو اگر که بخوام حالا یه ذره شل بگیرم، متوجه میشم که خیلی افتضاحی. یعنی این بخور و بخواب و نمیدونم تلویزیون تماشا کردن و چرخیدن داخل اینجور مسائل بسیاری از انرژی ما رو هدر میده اگر که دقت نکنیم. پس این یه حالت تعادلی هست. نه اونقدر ما بخوایم به خودمون سخت بگیریم که خشک بشه یه سری چیزا، نه اونقدر بخوایم شل بگیریم که بی خیال باشیم. یعنی حالتیه که شما باید این نظم و ترتیب رو داشته باشی که به شما انگیزه بده، به شما هدف بده. یک نظمی باید باشه که به من خیلی کمک کرد. این نظم داشتنه واسه شما خیلی کاربردیه. پس عزت نفس ما به اینها میتونه خلاصه بشه و زمانی که هر اقدامی رو ما با قلب خودمون و به کمک خداوند سعی می‌کنیم در لحظه آروم آروم
با طی کردن قدم‌های کوچیک انجام بدیم اثرش پایدارتر هست. یعنی هر چیزی که با سرعت عجله کردن، نمیدونم بدون دو تا شارژ کردن، بدون اینکه ما بخوایم با خرد زندگی کنیم انجام بشه، طبیعتاً ناموفقه. یعنی هر اقدامی رو که ما بخوایم عجولانه انجام بدیم کاربردی نیست. یک سری مواقعی هست، خب حالا طبیعتاً سرعت عمل داشتن داخلش خیلی مهمه. ما راجع به اینجور مواقع صحبت نمی‌کنیم. یک تصمیماتی هست که شما باید با عمق بیشتری انجام بدید. یعنی هر تصمیمی رو که عمق داشته باشه، شما نفس داخلش حضور نداشته باشه، شما با دقت بالاتری انجامش بدی، این پایدارتر هست. اینکه شما هوشیار باشی، در لحظه باشی، از خداوند کمک بگیری، خیلی کمک میکنه. یعنی صرفاً تقلید کورکورانه نباشه داخل این مسیر. تقلید کورکورانه هیچ نتیجه‌ای نداره. یعنی اجازه نمیده شما از خلاقیت‌های درونی خودتون استفاده بکنید. یعنی وقتی ما خودمون رو به چالش میکشیم، سطح آگاهیمون رو به چالش میکشیم، زمینه واسه بهتر شدن فراهم میشه. همین که ما دیدگاه خودمون رو، ذهنیت خودمون رو به چالش میکشیم، گاهی وقتا در لحظه هستیم، مکس میکنیم، به ما خیلی کمک میکنه که بخوایم از زوایای بهتری به قضیه نگاه بکنیم. پس گاهی وقتا این که ما هوشیار باشیم، از خودمون بپرسیم آیا زاویه دید ما کامل هست یا نه؟ آیا من دارم از یک عمق بهتری تصمیم میگیرم یا نه؟ آیا حضور خداوند نقش پررنگی داره داخل زندگی من یا نه؟ یعنی همین سوالات رو وقتی ما از خودمون میپرسیم به ما کمک میکنه یک عمق بهتری داشته باشیم نسبت به تصمیماتی که میگیریم. پس عزت نفس به ما خیلی کمک میکنه، یاد خداوند به ما خیلی کمک میکنه، اینکه ما صبورانه در هر لحظه اقدام بکنیم به ما خیلی کمک میکنه. اینکه ما متوجه بشیم دانش ما کافی نیست به ما خیلی کمک میکنه. اینکه ما دقت بکنیم داخل مسیر خودشناسی، نظم و ترتیب داشته باشیم به ما خیلی کمک میکنه. اینکه ما مستمر ادامه بدیم به ما خیلی کمک میکنه. اینکه ما تقلید کورکورانه نکنیم به ما خیلی کمک میکنه. اینکه ما به ندای قلبمون گوش بدیم خیلی به ما کمک میکنه. همه این هاست. وقتی همین چیزای کوچولو رو شما کنار هم قرار میدی تبدیل میشه به یک چیز بزرگ. یعنی هدف زندگی در لحظه اینه که ما آنچه که بسیار کوچیکی که با سرعت داریم از کنارش رد میشیم رو بیایم شناسایی بکنیم، روش تأمل بکنیم، تفکر بکنیم، راجبش بیشتر زمان بذاریم که به ما کمک بکنه تک تک لحظه های زندگی رو ما بخوایم دقت بکنیم. پس هدف اینه که ما هر کاری رو از روی خرد انجام بدیم توی هر زمینه. یعنی صرفا این نباشه که بخوایم یه کاری رو تمومش کنیم بره. یعنی اکثر ماها یک ویژگی که داریم اینه که فقط می‌خوایم از شر یه چیزی خلاص شیم، تمومش کنیم بره، یه جوری راحت کنیم خودمون رو، در صورتی که این شکل نیست. شما هر اقدامی رو که با تأمل انجام میدی، خوب دقت میکنی، با قلبت انجام میدی، صبورانه در لحظه انجام میشه، این اقدام فوق العاده است. حالا این میتونه داخل یاد گرفتن هر چیزی باشه، میتونه داخل تصمیمات کوچیک باشه، میتونه داخل امور روزمره باشه. پس این زندگی در لحظه چیزی است که ما باید هر لحظه به خودمون یادآوری بکنیم. و عزت نفس خیلی مهمه که ما بتونیم خودمون رو فارغ از آنچه که حالا در نظر داریم بپذیریم. متوجه بشیم که هیچ شخصی کامل نیست، هر کدوم از ما نقاط ضعفی داریم که باید سعی کنیم بپذیریمش، احساس مسئولیت داشته باشیم نسبت به اونها و اگر که یک انتقادی میشنویم سعی کنیم روی عزت نفسمون کار بکنیم و بپذیریم. یعنی سعی کنیم نقاط ضعف خودمون رو بپذیریم، روش کار بکنیم. یعنی اکثر ما به محض اینکه کوچکترین انتقادی از دیگران میشنویم سریع پس میزنیم همه چیزو، یعنی همه چیزو فراموش میکنیم. پس این روی عزت نفس ما خیلی تاثیر میذاره که اجازه بدیم دیگران از ما انتقاد بکنن. یعنی اجازه بدیم که ما نسبت به آنچه که گمان میکنیم هوشیار هستیم بیشتر تأمل بکنیم، بیشتر تفکر بکنیم. همه اینها به عزت نفس مربوط میشه. یعنی اکثر چیزهایی که ما گمان میکنیم به عزت نفس مربوط نمیشن به ما خیلی کمک میکنه که عزت نفس ما بالاتر بره. یعنی همین نقاط کوچیکی که ما از کنارش رد میشیم و اگر که تفکر بکنیم راجع بهش متوجه میشیم که به نفع ماست. اکثر چیزهایی که ما گمان میکنیم به ضرر ما هست به نفع ما هست. انشاءالله که بتونیم صبورانه داخل این مسیر هر تصمیمی رو که میگیریم پشتش یک خردی، حالا یک تأملی باشه و متوجه بشیم که چه چیزی رو باید بپذیریم، چه چیزی رو باید تغییر بدیم و نسبت به موقعیت و زمان، نسبت به لحظه بتونیم تصمیم درست رو بگیریم واسه هر اقدامی که خداوند داخل تمام جنبه ها بتونه به ما کمک بکنه. و این خرد میخواد، هوشیاری میخواد، دقت میخواد که شما به الهامات، به ندای قلبت از خرد استفاده بکنید. تا یک ویدیو دیگه بدرود.